اتفاق چند سال پیش افتاد، وقتی که من 13 سالم بود و برادرم 11 سالش. پدر و مادرم مجبور بودن برن بیرون و من و داداشم رو خونه تنها گذاشتن و با خواهرم رفتن بیرون. ما دوتا طبقه پایین خونه بودیم و داشتیم با آتاری بازی میکردیم. فقط تلفن خونه رو گذاشتیم کنارمون که اگه پدر و مادرم تماس گرفتن صدای زنگ گوشی رو بشنویم و جواب بدیم. حدود 1 ساعتی گذشته بود و تلفن خونه زنگ خورد. به شماره نگاه کردیم، شماره عموم بود. جواب ندادیم. واسه همین 5 بار دیگه به شماره خونه زنگ زد، ولی بازم جوابشو ندادیم. باز دوباره زنگ که یه لحظه متوجه شدم انگاری یکی با گوشی دوم خونه به تماس جواب داده. آخه جز من و برادرم کسی تو خونه نبود که بتونه به گوشی جواب بده. واسه همین مشکوک شدم و به برادرم جریانو گفتم تا با هم از پله‌های خونه بریم طبقه دوم تا تلفن دومی که تو اتاق پدر مادرم رو یه نگاهی بهش بندازیم. همین که پله‌ها رو بالا رفتیم چیزی دیدیم که ما رو ترسوند. یه مرد 40-50 ساله تو پایگرد پله‌ها وایساده بود. همین که دیدیمش از ترس جیغ زدیم و فرار کردیم سمت در خروجی خونه. رفتیم همسایه رو صدا کردیم و بهش گفتیم که چه اتفاقی افتاده. اونا هم به پلیس زنگ زدن. بعد پدر و مادرم خودشون رو رسوندن. جالبش اینجاست که اون آدم هنوز از خونمون بیرون نرفته بود و همونطور وایساده بود. پلیس اونو دستگیر کرده و من شنیدم که اونو قراره به بیمارستان روانی تحویل بدن. شاید نمیدونم، شاید از اونجا فرار کرده بوده. این داستان از دید بقیه شاید ترسناک نباشه، ولی من فکر میکنم اگر اون روز عمو اونطوری پشت سر هم زنگ نمیزد چه اتفاقی میتونست برای من و برادرم بیفته. داستان دومی که میخوام براتون تعریف کنم شاید برای یه سریامون یا دوست آشنامون اتفاق افتاده باشه. تا لایک و کامنت و سابسکرایب میکنید بریم برای داستان دوم. ما یه خونه قدیمی داشتیم که تا حد زیادی سیستم امنیتیش برای اون خونه مناسب و کاربردی بود. همه جا دوربین و یه سیستم امنیتی خودکار که اگه کسی دزدکی وارد خونه میشد با پلیس تماس میگرفت. در خونه هم با عسل انگشت کار میکرد. چند سال پیش پدرم یه آدم عجیب غریبی رو جلوی خونه دید که یه جورایی تیپ و قیافش به خلافکارا میخورد. ما بهش اهمیت ندادیم چون گاهی آدمای مست یا معتاد تو محلمون پرسه میزدن. اولش اونور خیابون وایساده بود و خونه ما رو نگاه میکرد. بعد وارد محوطه حیاط خونمون شد. فقط از مانیتور نگاه میکردیم که ببینیم میخواد چیکار کنه. بعد از بس نگاش کردیم خسته شدیم، بیخیال شدیم، گفتیم کاری نکنیم اون خودش میره. تا اینکه از درب ورودی طبقه پایین سر صدا شنیدیم. رفتیم مانیتور رو روشن کنیم ببینیم طبقه پایین چه اتفاقی افتاده. اما مرد رو دیدیم که داره درب خونه رو میشکنه که بیاد داخل خونه. بعد از اینکه نتونست در خونه رو باز کنه یه نگاهی به پنجره کرد. بعد یهویی تصمیم گرفت از پله‌های کنار ساختمون بیاد بالا، جایی که درست واحد ما بود. همون لحظه پدرم در باز کرد و با داد و فریادش اون مرد رو فراریش داد. ولی ماجرا اینجا تمام نمیشه. اون مرد وقتی دیده بود ماشینمون جلوی خونه نیست فکر کرده بود که خونه خالی و هیچ کس هم نیست. واسه همین دوباره میخواست از پله ها بیاد واحد ما. ولی فقط پدرم بیرون بود و من و مامان داخل خونه بودیم. من واسه فراری دادنش مثل پدرم بیرون نرفتم، ولی سریع آژیر دزدگیر خونه رو زدم. اون مرد تا اونو شدید فرار کرد. اون چیزی که این داستان رو برامون ترسناک‌تر کرد این بود که چند وقت بعد تلویزیون همین مرد رو به عنوان قاتل فراری که دستگیر شده بود نشون میداد. اینکه اون مرد تو چند تا از سرقت‌هایی که از خونه انجام داده بود چند تا از صاحبخونه‌ها رو هم کشته بود. اون روز صدای آژیر دزدگیر جون من و مادرم رو نجات داده بود. اینم از 2 تا داستان کوتاه. مراقب خودت باش، فردا دوباره میبینمت.